درود، چطوری؟ خوش اومدید به پارت پنجم اگه اشتباه نکنم از تراریامون. و خب من این رو غیر فعال کرده بودم، چرا فعال شدن دوباره؟ خوش اومدید به پارت پنجم از تراریا، سری آموزشیمون. تو پارت قبلی تا جایی که یادمه ما قول اسلایم و قول دیرکلابس یا همون گوزنمون رو زدیم و نمیدونم اینو داخل پارت قبلی نشون دادم یا نه، ولی من اومدم این سمت مپ و دانجنمون رو پیدا کردم که امروز باش کار داریم و از اون طرفم یکم باید به اینجا سر و سامون بدیم، یه ذره زیادی داغونه و باید بگردیم NPC گوبلینمون رو پیدا کنیم. خیلی سریعتر باید پیداش میگردیم، ولی خب و من لوتامون بذارم داخل چستا. خیلی وقت نیومدیم توی این مپ، یه 2-3 هفته است فکر کنم نیومدیم. این سامونه بذار باشه، با همون قشنگه، یه دمیج ریزی هم کمک میکنه. اینو بذارین تو، این برای اون چسته، اینا رو بذار اینجا، الان میخوایمشون. چوبا که همیشه دستمونه، اینا رو بذار، بلاکای خاک رو بذار. اینا رو باید یه پارت من آف کامرا بشینم کامل مرتب کنم. اومدیم تو ویدیو همه چی مرتب و زیبا باشه. اینا رو بده من یه دونه مانا کریستال دیگه هم بسازم، چون هنوز اگه پارت قبل رو دیده باشید که پیشنهاد میکنم حتما ببینید، پارت قبل ما هنوز تونستیم ها، یعنی میتونیم هم الان انتخاب کنیم، ولی اونقدر شدیداً نیاز نیست و هنوز ما کلاس برای خودمون انتخاب نکردیم که اشکالی هم نداره، چون فعلا اونقدر نیاز نداریم به انتخاب کلاس. و خب این استاپ واچ هم گرفتیم دست پیش، پارت پیش، و اینجا هم که یه مزرعه تور ساختیم پارت پیش. مزرعه تور که نه، مزرعه است واقعا الان. و من الان گیاهامو بکارم، گیاهایی که نکاشتیم پارت پیش، و چوب جاش اینجا نیست. اینو بده من دیگه. بطری آبام که اینجاست، معجونام هم بذار، نمیخوام فعلا. یا نه، معجونا رو بده بریم همونجا میخوایم بگردیم آرنای باس فایت بعدی هم بسازیم. این ماشروم بذار اینجا، یه دونه دیگه هم بذار، یه دونه دستمون باشه بستمونه، یه کاکتوس، یه دونه از این معجونه. دقیقا یادم نمیاد چی میخواست، ولی خب فکر کنم این گلا میخواست. و اوکی، مونگلوها رو که کاشتیم هیچی. ما یه چی میخواستم گیاهای یخیمون هم بکاریم. اگه با تراریا آشنا ندارید یا از سبک تراریا اصلا خبر ندارید، حتما پارت قبل رو ببینید، چون تو پارت قبل من کلی آموزش دادم درباره تراریا که خیلی چیزا مفیدی از نظرم. حتما نگاه کنید، با اصول اولیه بازی آشنا بشید. اونایی هم که نگاه کردن میدونن که ما داخل پارت قبلی تونستیم، اگه اشتباه نکنم آره پارت قبلی بود که ما این چرا اینجوری؟ الان اوکی شد. اینشه اینا. ما تو پارت قبلی تونستیم چی کنیم؟ ما داخل پارت قبلی رفتیم متریور ماین کردیم یا شهاب سنگ ماین کردیم و الان شهاب سنگ داریم ما که خیلی چیز مفیدیه. فقط من NPC راهنما یا همون گایدمون که من کارش دارم یه سوالیو بپرسم. اینجا باید میپرسیدم سویفنس چی میخواست؟ همون گیاه میخواست که نداریم، هیچی بخیر. ما متریور ماین کردیم تو پارت قبلی که با متریور میتونیم زرهش رو بسازیم و کارهای دیگه با متریور میتونیم کنیم که مهمترین کار همون ساخت زرهشه. گلایی هم که در اومدن هم بکنیم دوباره بکاریم جاش. مهمترین کارش ساخت زرهش و یه دونه سلاح داره که اگه انجامش بدیم بسازیمشون خیلی به دردمون در آینده میخوره، که سلاحش برای میجه و از مانه هامون میگیره، از این مانه های بذارید نشون بدم گوشه صفحه میگیره و اگه زرهشو بپوشیم هیچ مانایی مصرف نمیکنه دیگه از اون. یعنی من الان اگه بیام اینجا باید باشه، اگه من این تب ساختم این گانشه، اینا هم زره هاشن. اینو من ساختم امبلمو.
نه این امبلمو نساختم، چرا نساختم نمیدونم، ولی الان میسازیمش. چیز نیازی واردینگ هم افتاد روش. یس اینم میندازیم دور. نه بنداز دور. ها ما میتونیم زره اینو بسازیم الان 20 تا 15 سب کن 10 و 20 که میشه 30 45 45 و 20. خب نمیرسه. بیخیال ما که اصلا قرار نیست میجو الان استفاده کنیم، پس 100% الان هم نمیسازیم زرهشو. جاش از اینا هم میتونیم بسازیم فیز بلیدا که باز من نمیسازم فعلا. من همه رشو نه نمیخواد. بیخیال بریم دوستان عزیز، بریم سمت غار اسکلت. بیایم برسیم به غار اسکلتمون، اینجا دانجن اسکلترونمون. من اونجا آرناشو بکشم برگردم پیش شما عشقا. تو داریم میریم من یه سری صحبتایی هم بگم. داخل پارت ماینکرافتی که داخل ویدیوی قبل گذاشتیم، داخل کامنت یکی از عزیزان برگشته بود گفته بود اگر اکسید بری حمایت میکنم و منم بهش جوابشو دادم، گفتم بله داش اکسیدم در تلاشم. اکسید من نتم به شدت اوضاعش خیته و فعلا نمیاره، نتم اوکیشه 100% مینیم. و یه چیزی هم درباره کانال بگم، بعضی از عزیزان احساس میکنم اشتباه برداشت کردن درباره حرفای من داخل کانال. من گفتم داخل این کانال از هر نوع گیمی میرم، دقت کنید هر نوع گیمی، یعنی اگه یه نفر بگه فقط فلان گیمو برو، من به خاطر اون شخص کل ویدیوی کانالمو فقط مثلا اکسید نمی کنم. دوست عزیز از هر نوع گیمی من پلی میدم. الان فعلا که دسته ماجراجوییه، ولی من مثلا از دسته معمایی شاید ویدیو بذارم. از هر دسته ای که فکرشو بکنید امکان داره من ویدیو بذارم اگه برام سود داشته باشه، ارزش داشته باشه، ببینم حمایت میشم توش. از دسته هایی هم که بیشتر حمایت بشم 100% ویدیو بیشتری میذارم ازشون، چون خب به نفع خودمه. مثلا من سری تراریام خیلی حمایت شد، چون همون اولین ویدیوهای تراریای من الان برید ببینید نزدیک 60-70 تا بازدید خورده که خودش برای من خیلیه. شاید بعضیا بگید خیلی کمه، من راضیم به همون 60 تا بازدید هم، حتی اگه کم باشه من باز به بازدید شما راضیم، چون خب میدونم که یه سری آدم اومدن نشستن و دارن ویدیومو نگاه میکنن و همین خودش رضایت منو بیشتر میکنه. و همون جورم که داخل پارت قبلی گفتم، فعلا برنامه اینه که یه ویدیو ماینکرافت، یه روز ماینکرافت، یه روز تراریا. ولی خب اگه بگذره و نت من اوکیشه، بازی آنلاینم همیشه نه هر از چنگایی میذاریم. و بازی اکسید هم بگم، بازی اکسید مثل کالاف نیست که هر وقت دلت خواست بری یه سر بزنی. کالاف هم البته اونجوری نیست، باید پاش بشینی. ولی بازی اکسید اینجوریه که تو کلن باید بشینی رو گیم، یعنی کلن باید سرت داخل اون گیم باشه. چون مثلا اگه حواست نباشه، اونه که میدونن، بیست میریزه، آیتمت خراب میشه، ریدت میکنن و اینجور چیزا. و مثلا من راستشو بگم از اینجور بازی ها اونقدر خوشم نمیاد، ولی چرا اونا رو هم پلی میدیم، نگفتم اصلا پلی نمیدیم، گفتم زیاد علاقه ندارم ولی پلی میدیم 100%. خب حرفی نمیمونه، من آرنا این باس فایت رو مخو بکشم برگردم. خب دوستان گلوگلوپ، همونجوری که میبینید یک آرنایی کشیدیم ما. این آرنا رو کوچیک هم داخل حالت کلاسیک، دقت کنید الان ما داریم کلاسیک پلی میدیم، کوچیک هم میتونید بکشید، یعنی نیاز نیست انقدر گنده بکشید، ولی مثلا تا اینجا رو حداقل باید بکشید، تا این طبقه رو باید بکشید. اون دو تا طبقه رو من اضافی کشیدم، میتونید اونا رو نکشید ولی من کشیدم، چون بعد این باس فایت ما در آینده ها نزدیک نه خیلی دورتر با یه باس دیگه قراره بجنگیم، برای اون کشیدم. وقتی که این کارو کردید میاد پیش این پیرمرده، مجونامون رو میخوریم، میایم پیشش، کرس رو میزنیم و باس اسکلترون اسپام میشه. زوم میبریم تا ته. و من یه کاری هم میکنم داخل ستینگ، اوتو پاز رو میزنم رو اینونتوری و منو، که هر وقت من اینونتوریم رو هم باز کردم بتونم این باس رو ببینم. شروع میکنیم دونه دونه دستاش رو شروع میکنید نابود کردن. دوستان دقت کنید این باس اگه دستاش نابود شه دفنسش به شدت میاد پایین و ما میتونیم عین سگ کدگش بزنیم.
پس شروع میکنیم با این گانی هم که گرفتیم، شروع میکنیم به زدن از باس گوزن، چون خیلی دمیجش یه دفعه میره بالا. نگاه کنید. خب میریم سراغ دست دوم. دست دوم رو هم کتکش میزنیم و میریم کلش. کله این باس آسون ترین بخششه تقریبا. البته داخل حالت های مستر و اکسپرت اونقدر آسون نیست. حالت لژندری لال شدم. رو حالت لژندری خیلی این باس سخته. ولی خب داخل حالت کلاسیک سوسکه دقیقا. نگاه کن هیچی نیست این باس فایت. البته شما میتونید بدون این سلاح هم بزنیدش، یعنی با همه رگباری هم که خریدیم میتونید. نگاه کنید جونشو چقدر سریعتر داره میره. این باس رو کتک میزنیم و اگر قبل این باس شما میخواستید برید داخل این معبد نمیتونستید به هیچ وجه برید. یعنی هر کاری هم میکردید یه دونه اسکلت گنده، یه کله اسکلت گنده میومد میکوبون پس کلتون میگفت برگرد سر جات. اتوبازمون هم اوکی میکنیم. ولی حالا که این باسو کشتیم ما اجازه ورود به این معبد رو داریم که الان واردش میشیم. اوه چه حالو این اگه اشتباه نکنم. برای هر بایوم داخل این معبد ما یه چست داریم. چستاتون اینجوری ترش بذارید دورشون، علامت گذاری کنید، حواستون جمع باشه. داخل این غار این کتابا هستن، اینا رو همه رو اینجوری بیاد با لمستون ببینید. امکان داره یه دونه کتاب مخصوص بده، اون کتاب کلاس میجه. البته من نمیخوام میج بشم ولی خب همه چیو جمع میکنیم که به شما نشون بدیم. این تیغا رو بکنید، خیلی رو مخن اینا، کلی میتونن اذیتتون کنن. یه دفعه اولین دفعه که میایید همیشه شروع کنید به کندن که دفعه بعدی اومدید دیگه اذیت نشید داخل اینجا. و همون جور که میبینید ما کلی هیل پوشن داریم. یعنی ها چرا تب کرافتینگ رو باز کرد برادر؟ میگم برش دارم. ها ببخشید. خب یه ماب بهمون حمله کرده. این ماب وای میسته جا و به ما تیرای آتیشی پرت میکنه، آتیش آبی البته. و خب با شمشیر میتونید اون تیرا رو دفع کنید یا اینکه مثلا برید سریع بکشیدش. اینجا تلسون رو میکنیم. این ماب نگاه کنید اینجا تیر میزنه. حالا من با شمشیر یا هر آیتمی که دستتون باشه میتونید دفع کنید تیرشو. من باش کاری ندارم، من میرم به راهم ادامه میدم. تله هامو خونسا میکنم فعلا، چون تله ها خیلی خطرناک تر میتونن باشن که نه خطرناک تر هستن. این چه مابیه؟ این جدیده، این نبود قبلا تو آپدیت اومده. تعجب کردم واسه دیدمش. بوده. خب بنده این رو اگه خاموش کنم میتونم اینجوری این آدم بشینم این تله ها رو خونسا کنم. خب اینجا نیست، نه اینجا هم نیست، اینجا نیست، نه. این کتابا رو میبینید دیگه، همینجا بررسی میکنیم تا بتونیم اون رو پیدا کنیم. این تله رو میکنیم. دارت طرف اینجا، نه اینجا. چه صدایی. خب اینو فعالش میکنیم، نور بده یه ذره بهمون، داریم کور میشیم اینجا ما. اینم بگم داخل این دانجن یا همین معبد کلی به جز این تله ها هم هست. یعنی مثلا یه تله است زیر پاتون وا میشه میرید داخل تیغ و اینا. حواستون کلا جمع کنید. یعنی مثلا اومدید اینجا لوت که باید انجام بدیم، هیچی اون به وقتش. حواستون به تلهاش خیلی باشه، چون یه تله مثلا میتونه 40-50 تا ازتون جون کم کنه، مگر اینکه زره خوبی داشته باشید که ما زره خوب میتونیم بسازیم ولی فعلا نیاز نداریم. همین زرهمون خوبه، چون داخل پارت بعدی فکر کنم پارت بعدی یا بعدیش، ولی به احتمال زیاد پارت بعدیه، ما قشنگ میریم یه آپگریدی رو زرهامون میزنیم. خب اینجا نیست، نه. اون کتابه رو بتونیم پیدا کنیم با اون خیلی راحت تر میشه ما با اینجا رو کشت. من مانامم مکس کردم و بهتون بگم انقدر مانا کریستال افتاد رو سرم، منم همه رو دونه دونه جمع کردم که مانامون رو مکس کنیم راحت شیم. فکر کنم 2-3 تا کتاب رو جا انداختم، امیدوارم تو اونا نبوده باشه. داخل این معبد یه سری مشعله هستن بهشون میگیم واتر کندل، مشعله یا در اصل میگن چی؟ شمع آبی. این شمعهای آب یه دیباف بهتون میندازن، یه باف بد، یک چیز بد روتون میندازن، اینجوری بگم بهتره،
که اون باعث چی میشه؟ اون باعث این میشه که ماب بیشتر اسپان شه. هر جا واتر کندل دیدید بکنید، که اگر البته زورتون نمیرسه به مابا. من با اینکه زورمون میرسه ولی بازم میکنم، چون خطر داره، یه دفعه امکان داره کلی ماب بشن. خب داخل این معبد یا حضرت ابوالفضل چرا انقدر خرابه وضعیت؟ خب من یه مشعل اگه بتونم بذارم ببینم اینا رو میکنم. ها واضح تلس حساباتی. آخ پای کاراکترم اینه چی شکست. خودم هم بودم میشکستم، چه برسه به کاراکتر. این طلا رو بهتون میگفتم، این طلا رو میگفتم. وای 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 وای. خب ما زنده ایم آی لایف، ما زنده ماندیم فعلا. سری اینجا رو اینجوری پلتفرم میکشیم، از روش رد میشیم، نیفتیم پایین بدبخشیم. اینجوری به خیر. این آها چسته. شما حالا یا از مابا یا از این چسته عادی، از این کلیدا میتونید پیدا کنید. جمع کنید کلیدا رو، جمع کنید. یه سری چسته خاص داره اینجا، اونا رو میخوایم باهاش باز کنیم. اینجا هیچی نیست. نه اینو میکشیم. مانا استچیو رو میکنیم، شاید به دردمون بخوره. مانا نبود، استار بود. نمیدونم این همون مانا هست یا نه. اگه مانا باشه به دردمون میخوره، اون یکی باشه بهش درد نمیخوره. اینجا چی؟ اینجا هیچی. اینجا چی؟ اینجا هیچی. اینجا هیچی. میریم مثلا همون سمتی که بودیم شروع میکنیم. یا حضرت ابوالفضل. اینا میبینید ما باش یه ذره قوی ان. سر همون میگم واتر کندل دیدید، یا به اختصار فارسیش شمهای آبی دیدید، بکنید. آقا کار سختی نیست، بکنیدش. زندگی بر خودتون راحت کنید. یه معبد دیگه هم داریم ما داخل گیم. اون معبد خیلی نزدیکای آخرای بازی ما میریم سراغش. تو اون معبد طلای این معبد رو تصور کنید. فرض کنید اونجا 4-5 برابر اینجا طلا داشته باشه. زیاد نیست یا نه؟ خیلی زیاده. اینو میزنیم میکشیم. این پایین بنده طلا دیدم. بعد مثلا تیغای اینجا 40 تا دمیج میزنه، تیغای اونجا با آرمورای آخرای بازی نزدیک 100 خورده ای دمیج میزنه. خیلی بده اون معبد، ولی خب برای زدن یکی از باسا نیازه دیگه اون معبد. این معبد باسش همون اولیه بود که زدیم دیگه، باسی نداره. از اونجایی که تایم ویدیو زیاد داره میشه، من بشینم آف کامera، یعنی ویدیو رو پاز بزنم، یکم بگردم اینجا رو لوت کنم برگردم. پس بایی فعلا. خب این چستا رو میگفتم بهتون که کلید میخواد باز میکنیم. اولی یویو داد بهمون. من یویو استفاده خاص نمیکنم، ولی خب حالا برمیداریم دیگه، چی کنیم، نمیتونیم بندازیم دور که. من دنبال یه شمشیرم، یه شمشیر امکان داره بهمون بده. خب این 100% از اون طلاست. این چیه؟ این مانستچیوه. این هم استارستچیوه بود. اوکی بریم. داخل این دانجن شما میتونید یه NPC خیلی مهم رو پیدا کنید. این NPC مکانیک هست. مکانیک که نه، NPC یه اسم خوبی داشتی تو برادر، یادم رفته اسم تو. به هر حال NPC مهمیه، خیلی NPCش هم مهمه. تو بمیر، من یه لحظه از این بدبخت لوتی که میخوام بخرم. ما یه دونه از ایشون ورنج یا همون آچار میخریم. بلاکای چرت و پرت هم بدیدم دورات آشغالا. من کتاب هم میخوام چیکار، و ازش چیز میخریم، سیم میخریم. سیم که خریدیم، چند تا سیم خرید؟ چقدر گرون شده سیم داخل آپدیت جدید. آپدیت قدیمی ما 100 تا سیم میخریدیم. داخل این دانجه شما امکان داره ساعت پیدا کنید. این ساعت رو بکنید ببرید بذارید خونه، خیلی به دردتون میخوره. و من این رو ازش میخواستم که دیگه نمیتونم والله، حیف. خب اوکی دیگه چه، یه دونه تایمر هم ازت میخرم 1 ثانیه‌ای. همین، بای بای دیگه، برو بمیر، اصلا نمیخوام. منطقه دیمن آلتا رو وسط اینجا. بریم. خب من یه چیز دیگه شو وا کردم، و بله اون چیزی که میخواستیم، یه دونه شادوکی میخواستیم. این خیلی به دردمون میخوره در آینده. من آیتمای آشغالامو یه لحظه بندازم دور. سیلور که هیچی، تیرم که هیچی، ریکالم که هیچی، و این
موراماسا، یکی از بهترین، ببینید بهترین شمشیرهای تو قبل هارد مودل. اوکی، ما الان اینو داریم و با این میریم همه‌شون رو جل میدیم. اوه یه دونه کامپریتور هم انداختم، اینم برداریم جای این. خب من برگشتم بیس پس از لوت های بسیار. ما یه دونه این مجسمه زنبور رو به دست آوردیم، اینا رو همه رو کارایش بعد میگم. یه دونه نظر به دست آوردیم، یه دونه کوبالت شیلد به دست آوردیم، یه دونه بیوچین تیبل به دست آوردیم که اینو همین الان میذاریمش بغل بقیه آیتمامون و خب روش یه دور کلیک میکنیم. این باعث میشه ما بتونیم یه سامان بیشتر بیاریم. خب یعنی من الان 2 تا از این سامونا فکر کنم دارم، ولی نمیدونم اون یکیش کجاست. این سامون باگ داره. یه دونه آلکمی تیبل به دست آوردیم که این همون معجون سازی مونه، ولی یه تفاوت داره. 33% امکان داره از آیتمی که میندازیم استفاده نکنه. یه دونه هم که ساعت آوردیم، اینو دیدین تو ویدیو، میذاریم اینجا و این گوشه ساعت رو به ما نشون میده. و خب همین برای این پارت تموم شد. خیلی خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید. لایک دنبال ساب فراموش نشه و نظرتون هم داخل کامنت ها بگید و تا یه ویدیو دیگه خدا یارو نگهدار همگی باشه.